با ما همراه باشید تا بهترین، زیباترین و جذابترین حوادث، اتفاقات، رویدادها و داستانهای جهان رو در کمترین زمان ممکن تقدیم شما کنیم. در زمان حمله اعراب به ایران، هرمزان سردار ایرانی و حاکم خوزستان تسلیم نشد و به مبارزه در شهری دیگر ادامه داد. در نهایت دستگیر شد و قبل از اینکه خلیفه او را بکشد آبی برای نوشیدن درخواست کرد، اما آن را ننوشید و در جواب خلیفه که پرسید پس چرا آب را نمی نوشی؟ گفت می ترسم هنگام نوشیدن آب مرا بکشند. خلیفه گفت تا این آب را ننوشی تو را نخواهم کشت. هرمزان بیدرنگ آب را روی زمین ریخت و اینگونه جان خود را خرید. میگویند خلیفه بعد از دیدن این صحنه گفت به راستی که بخت از ایرانیان برگشته، وگرنه غلبه ما بر این ملت با عقل سلیم میسر نبود. فلسفه آب ریختن پشت سر مسافر از اینجا آمده، یعنی زندگی دوباره به شخص داده می شود تا مسافر برود و سالم بماند.